سلام به همه، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سایمون هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره تو این ویدیو در مورد کارت گرافیک صحبت کنیم. کارت گرافیکایی که تو سال 2025 بهترین کارت گرافیک بودن و چند روز دیگه، یعنی امروز 19 و 11 روز دیگه قراره کلا 2025 تموم بشه و بریم توی 2026 و ببینیم چه کارت گرافیکایی خوب بودن که از لحاظ کلی بهتریناست. 6 تاشو آوردم براتون و امیدوارم که کارآمد باشه بهتون و هر سوالی هم داشتید توی کامنت ها بپرسید، من جواب میدم و اگه خوشتون اومد لایک هم یادتون نره. مخلصم. بریم برای کارت گرافیکا. اولین کارت گرافیکی که در موردش قرار صحبت کنیم چیزی نیست جز RTX 5090. یه کارت گرافیک خیلی خوب و با قیمت خیلی بالا و از قیمت 330 تومن، همون 335 تومن شروع میشه تا برو بالا، بستگی داره به اون خود مشخصات و ایناش. و عملکردی که توی گیم داره، من توضیح بهتون بدم اینه که صحبت نمی کنم اینجا رو، فقط همین اولش بهتون میگم که توی 4K چقدر FPS میده، تو 2K و فول HD و توی هر گیم که حالا خودتون پلیر همون گیم هستید این چیزش عوض میشه، آمارش عوض میشه. اولین گیم هم که خب گاد آف واره، دومین کارت گرافیکی که در موردش قرار صحبت کنیم کارت گرافیک 5070 Ti، رمش هم 16 گیگابایت و عملکردش هم توی گیم به این صورته. سوم کارت گرافیکمون هم که 9070 XC با قیمت 103 میلیون و عملکردش هم به این صورته. توی 4K برای گاد آف وار 4K 85 تا 2K هم که 130 و فول HD 161. چهارمین کارت گرافیک ما هم چیزی نیست جز 9060 XC، قیمت پایین ترین کارت گرافیکی که توی سال 2025 عملکرد خوبی داشت و جز چند تا کارت گرافیک برتر بوده و البته دواله. میریم توی بخش عملکرد بازی، قیمتش هم اینجا 48 میلیون تومنه با رم 8 اگه اشتباه بله رم 8. عملکرد بازیش هم که به این صورته. توی گاد آف وار توی 4K 45، 2K 73 و فول HD هم 91 FPS میده. و گرافیک 5060 تی توی قیمت 100 میلیون و توی عملکرد بازیش رو هم دیگه چک میکنیم. اینو من زیاد نمیتونم بگم 100% گرافیک خیلی خوبیه نسبت به اون چیزایی که خیلی آن تاپ توی سال 2025. کارت گرافیکای دیگه هم بوده، مثلا سری 4، همون سری 40 خودمون که خب هستن، ولی اینایی که من دارم بهتون میگم جز آن تاپ تریناشه. این یکی زیاد من مطمئن نیستم باشه. و تمام. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. قیمتایی که الان شما دیدید، خب چون توی ایران همه چیز لحظه‌ای داره عوض میشه قیمتاش، توی تاریخ 28/9/1404 من این ویدیو رو براتون رکورد کردم و احتمالا شما فردا میبینید و اینکه امیدوارم کارآمد داشته باشه. اگه سیستم خوبی نداری ان شاءالله که بهترین سیستم رو داشته باشی. من خودم کارت گرافیکم قبلا، یعنی الان 1 سال میشه که من کارت گرافیکم تغییر دادم. کارت گرافیک قبلا من 1660 بود و من استریم هم میکردم. توی الان 3 سال خورده‌ای دارم استریم میکنم و توی این 3 سال خورده‌ای با 1660 بوده. تازه 1 ساله که تونستم مثلا با الان 4060 تی دارم، رمش هم 8 تونستم پلی بدم. تلاش کنید واسه این که بتونید بهترین کیس رو داشته باشید. میدونم اوضاع خیلی سخته، اوضاع خیلی خیلی دشواری داره ولی خب چیکار باید کرد؟ باید زندگی کرد. به هر حال میدونم، من واقعا میفهمم. من خود من 3 سال تمام من با کارت گرافیک 1660 بودم. سخته، شما فقط میشنوید ولی من توش لحظه به لحظه بودم. بچه‌هایی که توی لایو می اومدن دنبال میکردم اونا بیشتر میتونن درک کنن. من مثلا توی فایت میرفتم میدیدم که صفحه فریزه برام، لگ میشد، وای میسادم جلو انمی،
FPS هم اجازه نمیداد. اما از من به شما یه نصیحتی، شما این FPS که دارید میبینید، حالا هر چیزی که دارید دنبال میکنید، هر کارت گرافیکی میخواید بگیرید، نگاه نکنید توی محیط باز که اوکی من الان دارم این FPS رو توی چه میدونم این FPS رو توی محیط بازی که صفحه تکون نمیخوره، یا مثلا نشستی بالای ساختمون از بالا دارید انمی رو میبینید، اینو نگاه نکنید. این FPS به درد شما نمیخوره. اگه بازیای خیلی فستری دارید پلی میدید، اینا به کارتون نمیاد. مثل وارزون که خودم من پلیرشم، وقتی میرید داخل یک اتاق و انمی باید سینه به سینه میشه، اونجا FPS مهمه، اونو باید نگاه کنید. یعنی اگه شما میخواید حرفه‌ای پلی بدید، میخواید خیلی جدی باشید، اونو باید نگاه کنید، چون اونجاست که FPS به دردتون میخوره، بازی روون میشه، لگ نشه، فریز نشه. این مهمه. نه اینکه من بگم اوکی من مثلا اسنایپ گرفتم برای خودم از دور دارم اسنایپ میزنم، اون زیاد مهم نیست. اون اصلا زیاد عمل کردی هم نداره که بگید تو رو درگیر کنه. اصلش همون چیزی که گفتم. و سیستم من شاید براتون سوال پیش اومده باشه الان سیستم چیه؟ سیستم من الان سی پی یو 3600 XC و 16 گیگ رم دارم، 500 SSD 2 ترا هارد و کارت گرافیکم هم 4060 تی آی. من خودم قرار بود که رممو ارتقا بدم، دقیقاً همون لحظه‌ای که اومدم رممو ارتقا بدم فرداش قیمت رمو ترکید. الان دیگه نمیشه دیگه. من رمام DDR4 DDR5 نیستش و باید سی پی یو خودم ارتقا بدم بتونم که سی پی یو بیارم بالاتر، که حداقل واسه منی که دارم استریم کنم یه خورده کوالیتی کارم بره بالاتر، راحت‌تر باشم. الانم اوکی، خدا رو شکر من واقعا راضیم، یعنی اوکی مشکل نیست. فقط این که مثلا من رو استریمم الان در حال حاضر یه خورده اون کیفیتی که باید به شما ببینید توی لایو رو نمیتونید ببینید. خیلی هم راضی هستید، یه سریاتون میگید بهترین کیفیته، ولی من راضی نیستم، چون من میخوام کیفیتم همیشه خوب باشه و اینکه مجبورم یه خورده اون چیزی که تو ذهنم هست رو بیارم پایین‌تر، چون سیستم بهم اجازه نمیده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه رفقا. امیدوارم بهترین سیستم‌ها رو بگیرید، بهترین مانیتورها رو، بهترین اگه دست پلی رو، بهترین دسته ها رو بگیرید. شوخی میکنم. امیدوارم بهترین رو داشته باشید و لیاقتتون هم هست، چرا که نه. شرایط سخته میدونم، تلاش کنید. تلاش کردن نیست که بگم خودتون رو پاره کنید، نه، واسه اون هدفتون فقط تلاش کنید. پاره کردن جز این که خسته بشید، جز این که حالتون بد بشه چیزی نداره. باز چیزی پاره کنید خودتون رو که ارزش داشته باشه، این بهترینه. حالتون خوب باشه. مخلصم. اگه سابسکرایب هم نکردید ممنونتون میشم که منو سابسکرایب کنید. دمت گرم. بوس بهت. تا ویدیوی بعد میبینمتون. خدا نگهدار.